بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. مهمانان خانه خداوندی از دور و نزدیک برای نماز جمعه آمدگی‌ها و خلوص نیت مسجد درای برنوده نشینید. در این روز جمعه روایت بوده از رسول اکرم در نای درد ملائکه می‌ایستادند، کلامی که می‌درای مسجد و صفحه اول می‌رود یک شطور به خدا حد کردگی ثواب در نامه اعمال و ثبت میکنند. دویمش میاندگی یک گاو به خدا حد کردگی، سومش ساعتهای سهی میاندگی و مونن یک گوسفند به خدا حد کردگی ثواب میگیره. ثانی یک مرغ میشه و ثانی یک تخم میشه. وقتی امام که وقتی بالای منبر برآمد بیاد دیگه میپیچانند دفتر رو استماع خطبه میکنند. برای همین چیزی ثواب ظاهر نمیگیره. از همین جا رسول اکرم مطمئن اگر فضیلت جمعه را دانند، فضیلت صفحه پیش دانند، باید دیگر مسابقه میکنند. قرآن ما شما رو مسابقه هم کلام شیطان رجیم و سابقوا الی مغفرة من ربکم و جنة عرضها السماوات والارض للمتقین. قرآن میگه بندگان ما حرکت کنید. مسابقه نیست، خواهی مونده نمیگن، یعنی مسابقه کنه به سوی آموزش پروردگار، آموزش گناه. سبب آموزش گناه چیه؟ مفسران میگن یعنی سبب آموزش گناه تکبیر اول، نماز جماعت، استغفار، توبه، اسلام. یعنی اسلام نداره که دین اسلام دین مغفرت، دین جنت و مغفرت عرضها و جنت عرضها که عرض السماء والارض. شما حرکت کنید به اون جنت که پهنایی و پهنایی آسمان و زمین است. هفت آسمان و هفت زمین سطح کنید، تفسیرات میگن با برابر پهنی زمین جنت میشه، اما طول و درازی و در فهم بشر نمیگنجد. همین جنت کلان پروردگار بندهاش میگن که حرکت کنید مسوی همون بهیش روید. یعنی نماز جماعت روید، جمعه روید، صفی اول دریابه، تکبیر تعلیمه دریابه. تکبیر اولا خیر، تکبیر تعلیمه بهتری از دنیا و موقعه ها. این ما شما در غنیمت است. مرده هایی که در عالم برزخن همش آرزو داشته خدا ما رو زنده کنه. نماز جماعت روید، نماز جماعت روید، تکبیر اول دریابه. یعنی ذکر خدا رو بگوییم و تحلیل کنیم لا اله الا الله کنیم، اما افسوس که دوباره به دنیا آمدن برای ما نیست. افسوس میخوریم. حسدشون همین حسد این خانه های فسان کردن و ماشینه های سواری این زیب جنت دنیا ندارن، چون اینها به چشماشون دیدن مقام آخرت، آرزوی ذکر خدا را دارن. برای ما شما را غنیمت است. نماز جمعه درای حضرت مولوی بیاد در کنج مسجد تادم العمر آسایی دمی آگاه از 100 ساله ایام خواتر بی. یک نفس آگاهی مسجد میشینی که سبحان الله مگویی از 100 ساله عمر به غفلت و جغجغ بهتر است. یک نفس. این مسجد خانه خدا هست. و ایزا مرستم به ریاض فضل ساله شما با مرغزارهای جنت که گذار کرده از اون استفاده بره. رسول اکرم مرغزار بهیش از کجا؟ رسول اکرم مرغزار بهیش همه مسجد ها همه تسبیح و تحلیل هایی که در مسجد میگویه سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله، اونها از جنت برای شما میوه میشود، درخت میشود. و زمان علیه السلام شما معراج هم مال جمعه آینده بگوی شمی معراج هست. جمعه آینده معراج الله میگن. یعنی ملائکه ها را دیدن در شب معراج که
مشغول به عمارت کرده شدن، باغ کرده شدن، رشته از طلا، رشته از سنگر، رشته از جواهر، رشته از نقره، رشته از زمرد، از یاقوت قصر ساخته شدن. وقتی بود که از قصر کردن باز موندن. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم لما کفرتم، شما برای چی از بنا کردن مونده؟ قالوا تمت نفقه کن، نفقه ما تمام شد، ریش نمونه، ریش نداره، رشته مونه. با رسول اکرم رشته شما از چی میشود؟ رشته مرده از صاحب همین خانه میشود. و در دنیا وقتی که برزه که مشغول شد ذکرهای و اینجا رشته از طلا میشود، رشته از نقره میشود، رشته از زبرجد میشود، رشته از یاقوت میشود. ما بلا میود مونده امارت تمام میکنیم. وقتی که وقت غفلت دکی رفت ما هم تمام دم میگیریم. بنابر رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دنیا کشگاه آخرت است. از دنیا مطلع آخرت، همین دنیا یعنی حاصل آخرت نکنی. همین دنیا دیگه یاد خدا، تسبیح، تعلیم و قرائت قرآن و راه بندگی درفته از همین دنیا به ایش حاصل میکنی و این رو اگر نرفته حسرت نخوری. مولانا نگو زیرا از جای دنیا جای کشت است، عبادت قیمت باغی بهشت است. این عبادت قیمت باغ جنت است. باید حرکت کنی، با یاد خدا باشی که فقط برای تو از اون قصرها، اون قصرها همه کلم کلید، صحنه هاش همه باغهایش رنگارنگ هست. فقط که جنت در آمدی همون کلید میکنه بری خانت قصرها رو میداری، تورها و خدمتگاه. این از کجا؟ از همین دنیا حاصل کرده باید. میگه دنیا به غفلت بمونه، همون غفلت بود و همون غفلت حسرت پشیمانی چیز دیگری نداره. برای همین شما حرکت کنیم غنیمت دنیا، برای بندگی با یاد خدا باشه، با ذکر خدا باشه، با طاعت خدا باشه، همیشه از کارهای بد پرهیز کنه که افتاد انجام کار. بسیار کسانی که این دنیا در عمرشان به غفلت و معصیت و کفر و گناه میگذرانند فقط عذاب و نکالت میبینند. و سوره حمد الله سبحانه و تعالی خیلی قدرت کاملش بیان میکنه، استدلال میبیاره از زمین خلق کردن به خلقت انسان و خواب و همه چیزها رو میگوه. شب و هفت آسمان خاک و بین فوق و سبعا شدادن و هفت آسمانی مستحکم خلق کردگیگان از روز آخر سست میشوه. و جعلنا سراجا و حاجا و آفتاب و ما برای درخشنده خلق کردیم. اینو همه نشانهای قدرتش بیان میکنه. و انزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج حبا و نباتا. از این بارانها را از این ابرها میبیاریم، از زمین نباتات و دانه ها برای خوردن شما میبیاریم. گفته آخر جوان میگوگه انسان ها اصل امر سبب نزولشان بعضی ها وقتی که قیامت شنیدن از رسول اکرم که قیامت اومدنی زنده شدن، بعضی انسان ها قبول نکردن، گفتن دروغ است، نه قیامت شد. و خدا گفت که اما یتساءلون عن النبأ العظیم، اینا از چه سوال میکنن؟ از خبری بزرگ. خبری بزرگ کدام است؟ قیامت. اون فیه در این خبر اختلاف دارن، گروه میگن دروغ است، گروه از مومنان میگن راست و تصدیق است. خدا با گفت کلا سیعلمون، حقا که کسانی که انکار قیامت میکنن زود میدانن، یعنی وقت مرگش میدانن. کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف، باز در دوری قبر میدانن. انا با قدرت خوش بیان کرد الله سبحانه. اگر من عظمی ها یا زمین ما اورانگاه شما خلق نکردیم، کوهان و جعل تودان کوهان میخی زمین خلق نکردیم برایش. زمین خدا خلق، زمین اشتراف به تفسیرات میگو همونطور جمعیده میستاد. برای کوهان زمین، برای زمین محکم شدن و نجومیدن خدا کوهان خلق کرد، منو اوتاد میگو.
افراد گفتن میخه میباشد زمین ها را میخوش کوه ها هست این قدرت است. حضرت مولانا میگو که از میلرزید از ترس گناه عاصیان از بری اوتاد او این کوه سالان آفرید. این کوه ها میخوای زمین است. در درون کوه ها پروردگار راه ها خلق کرد آبای شریف. در درون کوه ها معدن ها کان ها خلق کرد. و کان ها نمید حکومت شما برد ویلی نیسترین برده بود او دوباره کان ها رو خدا برگه معدن ها را برای بنده های ما استفاده برد. اما افسوس که مسلمان های ما همه هنر را نداشتن. کافر ها استفاده بردن همه مرد فتنهای کافر ها رو میکنن. اما این علم نیست. این پروردگار قدرت جای و جعلنا نومکم سباتا خواب برای شما راحت آفریده میگه انسان ها. شما مونده میشه کمتر خود بدنهاتون راحت میکنن. و جعلنا اللیل لباسا و جعلنا النهار معاشا. شب کوربا آفریده تاریک همجا محکم مثل کوربا هیچ که نمیفهمه. شب همه شرینن. انا روز معاش بندگی حرکت کار کس حرکت انسان شب ده سکون. این قدرتی که هست این قدرت همون ذاتی یکتا هست. انا با خدای ظالم جعلنا بینکم و برای سه شمال هفت آسمان آفریده. ستا یعنی افتاب و محتاب آفریده و همشه بیان میکنم بعد میگوگه انسان من قدرت های من دیدی. بعضی در تیگی پوت هست بعضی در بالای سرت همین آسمان بعضی خوی در نفس انسان هست و خلقناکم ازواجا نر و ماده کنید شما. انا به همشه بیان کرده میگو که انسان با خبر کرد که این یوم الفصل کان میقات با روز جدا شدن است با روز قیامت است. روزی که کافر از مومن جدا میشود روزی که مومن از منافق جدا میشود روزی که مطیع از عاصی جدا میشود. انا همون روز را اندیشه کنه انسان که اون روز برحق روز است. کسی این کار میکنه و کافر است. اون روز یک مسافر بگو که در اتوبوس میگه یک موش سفید است موش سفید خر جواب سخته است و مسافری که ایمان نداره اول خر خوب است. اون حضرت مسیحی میگو که سفید یاد حل خر را مگو پیر. یک استوانی مرده از بالای قبچو خرسیده من هم موسیقی نمیده آدم برو. این موسیقی در دین اتوبوس غیر من استخوان برآمده من خرسیده اگر این خدای تعالی با زنده میکنه یک موسیقی خرس کشده که با آدم زنده میشه دوباره. انا که با مسلمان با بچه مسلمان با نکاح آدم والله وی نکاحشان درسته جنازه درسته آدم با یک مومن با عقیده که پروردگار سه آیت ثابت کرده که من زنده نکنم برم. انا از این انسان ها وقتی مردن من میفهمن چگونه عذاب سخت برای اینها وارد است. بیا بشور خود بشور بیا برو.